بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوری حفظه الله تعالى. اینک ما درسای خود را به عون الله حق سبحانه و تعالی دوام میدیم از کتاب المبادئ المفیدة في التوحید والفقه والعقیده، یعنی سرآغاز مفید آیید توحید و فقه و عقیده از آن شیخ علامه محدث ابو عبد الرحمن یحیی ابن علی حجوری. الله حق سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. شیخ تحت رقم 13 می فرماید: فاذا قیل لك ما تعریف العباده. صح؟ یعنی پس اگر تو را پرسند تعریف عبادت چیست، یعنی عبادت برای من معرفی کن. عبادت گفته چی را میگویند؟ فهمیدی؟ نازکه فهم، هم تو ازیاد نه فهم. فقل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. پس در جواب چنین بگو: عبادت اسم است در برگیرنده تمام آنچه که الله دوست می‌دارد و میپسندد. هر کارو، هر سخنی که الله دوستش دارد، الله راضی باشد به گفتن همین گپ و به کردن همین کار، میدونید که این چی بوده است؟ عبادت بوده. فهمیدی؟ برای همین کدام کار الله دوست می‌دارد، از کدام کار راضی میباشد، کدام سخن الله دوست می‌دارد، کدام سخن الله بد می‌بیند، برای این علم در کاره. فهمیدی؟ کورکورانه نمیشد. و دلیل قوله تعالی، و دلیل سخنی الله تعالی است: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. اگر ناسپاسی کنید، ناشکری کنید، پس الله از شما بی نیاز است، الله محتاج شما نیست. و ناسپاسی را برای بندگانش نمی پسندد. و اگر سپاسگزاری کنید آن را برای شما میپسندد. فهمیدی؟ شکر کنید، الله شکر دوست می‌دارد. فهمیدی؟ سوره زمر آیه 7. شیخ می‌فرماید: فاذا قیل لك این الله. پس اگر تو را پرسند الله در کجاست، هر یک فردی مؤمن و مؤمنه و مسلم و مسلمه باید که داند الله در کجاست. فقل الله في السماء مستو على عرشه و دلیل قول الله تعالی. پس در جواب چنین بگو: الله بر آسمان در بالای عرش است و دلیل سخن او تعالی است: امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور. آیا خود را از کسی که در آسمان است در امان می‌دانید که زمین شما را فرو برد، پس آن ناگهان به لرزش درآید؟ همین دلیل شده است الله در کجا بودنش؟ در بالای عرش بودنش، در بالای آسمان بودنش. سوره ملک آیه 16. و قوله تعالی، و سخن او تعالی است: الرحمن علی العرش استوى. الرحمن بر عرش قرار گرفت. سوره طه آیه 5. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. ودليل بحديث أبو هريرة رضي الله عنه أسكي پیغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم چنین فرمود: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
پروردگار تبارک و تعالی ما هر شب حینی که 3/1 آخر شب باقی میماند به آسمان دنیا نزول کرده چنین میگوید کی مرا دعا میکند تا آن را اجابت فرمایم و کی مرا مسئله دارد تا به او عطا بخشم و کی مرا آمرزش میپرسد تا او را بیامرزم. حدیث متفق علیه است. و نزول یکون من اعلا، نزول از بالا میشود. معلوم میشه که الله در کجا بوده است؟ در بالا بوده است. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. نقرأ هكذا مرورا. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: فإذا قيل لك ما تعريف العبادة فقل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والدليل قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ويقول الشيخ: فإذا قيل لك أين الله فقل الله في السماء مستو على عرشه، والدليل قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. والنزول يكون من أعلى. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.